مثلا چی نظر دارید شما؟ نظر همین است. پرونده جنایتی آغاز شده است. گروه کاری تفتیشاتی اپراتیوی سازمان شده است. تفتیشات رفته است. گناهکار معین کرده می شود و جوابگر جنایت کشیده می شود. اما یک سوالی که همگان رو مثلا حاضر معلوم نیست که بازداشت شده است یا که در آلمان است. همین دو سوال هست. بگن برخی میگن در آلمان است، برخی میگن در دوشنبه است، در بازداشتگاه. شما چی میگید؟ حاضر تفتیشات عموما گناهکار اساسی را معین نکرد، چون که تفتیشات رفته است. هر یک پرونده جنایتی دو ماه مهلت دارد بعد آغاز شدن. معین شد شخص گناهکار دستگیر کرده آورده می شود در جایی نباشد. اگر گرفته باشد، اگر پنهان شود از تفتیشات گفتگو اعلام کرده می شود. اگر که باشد حاضر شود موافق قانون عیب اعلام کرده می شود. حاضرش چی گفته نمی شود. تفتیشات رفته است. رمضان امروز میشه درباره قضیه قائمداد شما چی گفتن میتونید؟ میگن کلینش در بازپرسی قرار دارد. هر یک جنایتی که واقعا گرفته بود اینجا اگر بپرسیم وقت می رود. این همه این اگر شما معلومات گرفتنی باشین در علاوهیدگی باید هر معلومات ما تیار کرده با شما پیشنهاد کنیم. در حقیقت این فکت هم جای دارد، در محبس است و تفتیشات دوام دارد. بعد یک چیز دیگه را فراموش نکنیم که هر یک جنایتی که شده می شود در یک دوره معین سری تفتیشات است. سری تفتیشات همه وقت گفته نمی شود، چون که همه طرفه و ابجکتیونا تفتیش کردنی همه پرونده جنایتی موقعیتش کمی گم می شود. برای همین در وقت تفتیشات همه معلومات را پیشنهاد کردن هم سر درست حساب نمیکنیم. برای همین خواهش میکردم که همه وقت بعد با آخر رسیدن تفتیشات بررسی کردن چنین معلومات ها بسیار سریع وقت میشه. اما پرونده هایی که به واسطه زیر نظارت شما گرفته شدن چون اعلام همش تفتیشات هایی که زیر نظارت ما دارند، زیر نظارت من دارند، زیر نظارت هستند و کوشش میکنیم و عموما باوری هم داریم که همه جنایت هایی که زیر نظارت هم شده میشوند. گرچند این روز پگانه شوند یا همین در دوام مهلت معین شده میشوند همش. یک سال آخر درباره این پیشرفت اصلاحات شما چی میگید؟ تا کجا پیشرفت کردگی هست اصلاحات؟ ما خیلی پیشرفتیم در اصلاحات میلیسیا. عموما اگر گیریم نسبت به دولت‌های همسایه ما در سوهای میلیسیا ما دیگرگونی زیادی به عمل در فعالیت میلیسیا ما دیگرگونی کردیم. لایحه قانون پلیس هم تیار است، لایحه برنامه ما هم تیار است. من چقدر دیگرگونی خودتون حس کرده باشید اگر در فعالیت ما شفافیت ما همکاری ما با خود جامعه با شما من همین تمام چو وای واسطه اخباری عموما خوب است، خوب شده است. دیگر پیشروی است. فعالیت میلیسیا خودش دیگرگونی رو حس کرده باشین اگر نتیجه نظررسی در دک شدن جنایت ها هم به نظر می رسد. اگر دیده باشید جنایت های وزمین هم شده است. ما عموما جنایت های بعضی که ما دست نک شده شما دقت کردید ما باز دیگر خرد میکنیم که حدای نک شده میشن، چون که زیر نظارت من است و زیر تفتیشات اون هر وقت بعد در نزد من گوش کرده میشد. ما باوری دارم که نک شده میشم. در همه سمت ها در همه فعالیت مقامات نقشه‌های علاوه چکلک بینیم امروز پیشنهاد کردن پرزنتاسی اگر شنیده باشید دیگرگونی رو پیشنهاد کردن و بعضا علاقه پیشروی ها من سر کرده از سامانه و سر کرده از تلفن باوری و عموما تست ها و عموما اگر گریم در مسئله تیار کردن کادرها ملکه دانش عموما دیگرگونی پیشروی ها هست. اگر شما اگر دیده باشین اگر حس کرده باشین لیکن در آینده همین میشه خوب میشه.